بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى. اینک ما درس‌های خود را دوام می‌دهیم از رساله شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى به نام 3 اصل. شیخ الاسلام در درس گذشته خواندیم که فرمود و اذا قیل لك بما عرفت ربك، اگر تو را پرسند که پروردگارت را با چی شناختی، فقل بآیاته و مخلوقاته و من آیاته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والارضون السبع ومن فيهن وما بينهما. پس در جواب بگو که با آیاتها و مخلوقاتش پروردگار میشناختم و از جمله آیاتهایش شب است و روز و آفتاب و ماهتاب و از جمله مخلوقاتش 7 آسمان و 7 زمین و هر کسانی که با در آنها هستند و آنچه که با در میان این زمین و آسمان هستند. و یک دلیل آورد. اگر نه اینجا 2 دلیل آمدگی است، ما یک دلیلش گذاشتیم از بس که درس ها را یعنی که به طرز خوب از یاد کنیم گفته، به همون خاطر یک دلیلش گرفتیم. دلیل سخنی او تعالی است: و من آیاته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون. یعنی و از نشانه های او سبحانه و تعالی شب است و روز و آفتاب و ماهتاب است و به آفتاب و ماه سجده نکنید. معلومش است که با انسان‌هایی بودن که آفتاب پرستی می‌کردند و ماه پرستی می‌کردند و الله ذاتی که آنها را آفریده است آن را سجده بکنید. نه، آن ذاتی که آن ذاتی که وی آفرنده هست همون است لایق عبادت. اگر شما آن را عبادت کردنی باشد، لایق عبادت همون ذات است. و شیخ الاسلام نیز می‌فرماید و قوله تعالی ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. و سخن الله تعالی است، آنجا می‌فرماید به درستی پروردگار شما الله است. پروردگار شما الله است، ذاتی که آسمان ها و زمین را در 6 روز آفرید و قادر است که یعنی که از این هم کم آفرید. یک حکمتی است. بعد از آن به بالای عرش برآمد. یعنی الله سبحانه و تعالی خبر داده است از اینکه از صفات‌های او استوا است که به بالای عرش برآمد. اما چه خیلی برآمد ما خبر نداده. سوال کردن کیفیت یعنی طرز برآمدنش چه خیلی برآمد گفته سوال کردن بدعت است، خیلی که امام مالک میگوید. ولی متاسفانه الله سبحانه و تعالی در چندین آیات خبر میدهد در بالای عرش بودنش. اکثر کسها اینا چیکار نمیکنن؟ قبول نمیکنن و تعویل میکنن، تحریف میکنن. با همون کسانی که حنفی میگیرن خودشون چیکار میکنن؟ میگن که الله در همه جا هست، میگن ذاتش در همه جا اعتراف میکنن. و حالا که در مذهب آمده است که ابو حنیفه میفرماید که کسی رو پرسن که الله در کجا است، اگر گفت که نمیدونم در کجا است یا که در همه جا است بود، حالا که الله خبر داده است که در بالای عرش است، کافر میشه. فهمیدید؟ الله خبر داده است که در بالای عرش است و میگه که نمیدونم در کجا است یا که در همه جا است. فهمیدید؟ شب را برای روز پرده قرار میدهد و شب او را شتابان میطلبد. یعنی که پس یک دیگر شب و روز می آیند. یگان وقت نمیشد که شب روز را یا که روز شب را سبقت کنه، یکی اپریدیر کنه، گذرد. و آفتاب و ماهتاب و ستارگان در زیر تصرفی فرمان او سبحانه و تعالی می باشند. آگاه باشد که او راست آفرینش، یعنی آفرینش از آن الله است. این توحید ربوبیت است و فرمانروایی هم از آن او سبحانه و تعالی است. فرمان دادن. مبارک است الله که پروردگار جهانیان است. این نیست یعنی که دلیل شده ایستاده است به همون که به طفیل همون نشانه ها یا که بگیم آیات و مخلوقاتش
ما پروردگار شناختیم. و صلی اللهم و سلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم تسلیما مزیدا و جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم.